موقعیت را شما میبینین اید نیست برادر. اینجا بزرگترین مارکت کشمش است در زون سطح شمال افغانستان. بازار چگونه است امروز؟ بازار امروز بسیار عالی است. بازار بسیار خوب است. دهقانا کشمش میارن اینجا. مرکز کشمش ولسوالی قیصار است. ولسوالی قیصار سالانه تقریبا 40,000 تن کشمش در کشورهای خارج بیرون صادر میکنه. اینجا بازاری است که بازار غریب است. هر کس میتونه در اینجا یک لقمه نان به دست بیاره، از کراچیوان تا تجار. انشالله در اینجا آمد، انشالله ناامید نمیرن. یک لقمه نان حتما هست. این کشمش بر ما معرفی بکنی نام خدا چی یک کشمشی است؟ چی یک زیبایی داره نام خدا آمتو؟ این کشمش کلان است. شکر انگور است. شکر انگور. بله. بازار بسیار خوب دارین و تو دکان نیست کلا که جنسای خدا آوردن اینجا دیگه هوار کردن بیاین هر کس که میخره یک سیر دو سیر 10 تا هر چقدر که بخره اینجا پیدا میشه. سلام افغانستان، سلام هموطنان عزیز. امیدوار هستم که در هر کجایی که باشین خوب باشین، صحتمند باشین، سلامت باشین. از بارگاه الله رب العزت صحتمندی تمام شما هموطنان عزیزم را خواهان هستم. عزیز کرچلر خوش gelipsizler. Bizler hem hoş geldik Faryab vilayetiga. Hozir ki men sizlarga suhbat qilaman ولسوالی قیصار. جایی که من با شما صحبت میکنم ولسوالی قیصار است که مربوط به ولایت زیبای فاریاب میشه. موقعیت را شما میبینین اید نیست برادر. اینجا بزرگترین مارکت کشمش است در زون سطح شمال افغانستان. ولسوالی قیصار. مردم را میبینین کلن با کشمش سر کار دارند. داد و ستد با کشمش هست. رنگارنگ کشمش اینجا است. بسیار با قیمت ارزان. جمجوش را شما میبینید. نام خدا ما بخیر عمقی بازار میریم. صحبت های شیرین موجود است. بزرگای از اینجا ما صحبت می داشته باشم. عزیزایی که اینجا کار میکنن امروز از اونا صحبت میکنم. دیاخین که اینجا هستن کشمش میارن با چی مشکلات مبارزه میکنن، کاروبارشان چطور از زندگیشان چطور از تمام موارد را من جمع میکنم. امروز عزیزای خود صحبت میکنم. بزرگترین مارکت کشمش در سطح زون شمال افغانستان. کشمشین یره بول، کشمشین جای بو. کلینگ بزر بلکتیک. بیا با هم بریم صحبت ها را بشنویم از عزیزای خود. کشمش را ببینیم قیمت کشمش چند است، چند نوع کشمش است. و همون کشمش چاق میگن کتا کتا کشمش است. اونمو را که از نزدیک نبینم قیمت چه که پرسان نکنم و یک سیر نخرم دیگه ماندن والاش نیستم. کاظم جان چپ چپ سعی نکو با تو هم میخرم. برو بریم که بریم این طرف بخیر. معدن کشمش براتان بگیم. همون کشمش هست که در رویتان خنده میکنه. نام خدا سعی کنین. خوب یک کشمش فوق العاده است ماشاءالله. یک بوجی برات میگیریم کاظم جان. خب ببینین کشمش ولسوالی قیصار ولایت فاریاب. سلام علیکم. گریان هم میکنه. خوب هستین؟ السلام علیکم. سر شما خوب است؟ کمی طرفتر اگه بیایم عزیزی که اینجا کشمش زیاد از کل پایه هم کشمش چسبیده. خوب هستین؟ سر شما خوب است؟ خسته نباشین. امروز کاروبار زنده باشین. زندگی بخیر میگذره؟ الحمدلله خدا را شکر. نام خدا تجار جوان. الحمدلله سلامت باشین. زنده باشین. خوب هستین ان شاء الله. خدا را شکر. امروز کشمش خیال دارین؟ خدا را شکر میگذره. الحمدلله. خدا را شکر. کشمش خود دلتان است. کشمش زیاد است فضل خدا. ولسوالی قیصار مرکز تجارت میوه خشک افغانستان است. بله واقعا یک مارکت بسیار بزرگ فوق العاده. واقعا من از هر لحظه اینجا لذت میبرم. مردم هم میبینم که مصروف کاروبار هستن، داد و ستد هستن. واقعا لذت بخش است. اصلی مردم ولسوالی قیصار میوه خشک است، بلخصوص کشمش ان شاء الله. کشمش قیصار زیاد. ما صحبت ها را همراه شما آغاز کردیم. کوتاه خودتان میشه که معرفی هم بکنین بیننده شما را بشناسن. بنده سید محسن امانی هستم، یک از کسبکاران کشمش مندوی در ولسوالی قیصار. ماشاءالله خیلی خوشحال هستم امروز در کنار شما هستم و صحبت میکنم. اینال چیزایی که من هم میدونم میشه که شما به بیننده بگوین
کشمش صادراتش کجا است؟ ای از خود ولسوالی امینجا است، از ولایت‌های دوردست هم میایه اینجا نمیایه؟ نه خیر، اینجا از خود ولسوالی قیصر از کشمش ها کلا میبینین ما انواع کشمش در قیصر داریم. از جمله سایگی، کشمش سیاه تاری، سیاه سایگی، سبز و انواع کشمش در ولسوالی قیصر داریم. ماشاءالله ولسوالی قیصر سالانه تقریبا 40,000 تن کشمش در کشورهای خارج بیرون صادر میکنه، از جمله کشورهای امارات متحده عربی، ایران، هند، حتی در ترکیه میره، عربستان سعودی و اروپا هم حتی کشمش ولسوالی قیصر در اوج هم هست. از خود ولسوالی قیصر رفته ماشاءالله. ولسوالی قیصر را دست کم نگیریم برادر. سالانه 40,000 تن کشمش. ان شاء الله بله 40,000 تن تقریبا سالانه صادر میشه از اینجا. ماشاءالله کشمش هم همون کشمش نامدار است. کشمش قیصر واقعا نام جهانی داره. سال در اروپا هم برین شما شاید ویدیوشو در فیسبوک و در توییتر دیده باشین، حتی در اروپا 400 گرم کشمش ولسوالی قیصر میره $20 تقریبا $15 $20 در وجود در فروش میره. در خود قیصر هم از 500 شروع تا 5000 6000 7000 کشمش در اکثرش وجود داره در اینجا در فروش میره. خوب ترین کشمش ما چی نام داره؟ کشمش خوب کشمش سیاست دیگه نامدار است. یعنی خودش است. نه ظاهرا هم معلوم میشه اما خدا. کشمش این سیاه را ما سایگی میکنیم، تاری میکنیم، خیلی دانه دار و نامدار است بخیر. خوب ترینش بس سیاه تاری و سایگی است. قابل استفاده است دیگه فعلا. کلا قابل استفاده است. دقیقاً محمود تو برای شما پروسس کرده میاره؟ پروسس کرده یا خودتان دیگه هم پروسس میکنید؟ ایرا که پروسس کرده خودشون هم میارن، باز ما خود ما در شرکت میبریم میره پروسس میکنیم. دیگه هم پروسس میشه. ماشاءالله 300 نفر کارگر از شرکت اونجا کار میکنه، اینو یک دانه میچینن و خراب شه یک سورت دیگه و خوبش یک سورت دیگه، باز اونا رو بسته‌بندی میکنیم، باز روان میکنیم در هند، از جا میره در ازبکستان و ترکمنستان، باز در دبی میره، از جا تیر میشه در هند. قبلا خوب بود، راه ما نزدیک بود، از راه پاکستان میرفتیم، از واگا از جا میرفتیم، فعلا راه کمی دورتر شده چون راه پاکستان و هند بسته است، راه کمی دورتر شده، بالاخره میرسه الحمدلله. بسیار خوب. این جمع بزرگی که اینجا جمع شدن از هر ولسوالی‌های ولایت فاریاب آمدن دیگه حتما. تجار آمدن، از مزار هستن، از قندهار در اینجا تجار هستن، از دیگه ولایت‌ها در اینجا تجار هستن، کشمش میگیرن. ولی باز کسایی که بوجی دهقان آوردن دیگه، دهقانا میارن، ولی دهقان از محصولات زحمات اکثریشون میارن در اینجا به فروش میرسونن، بالاخره زندگیشون میچرخه. تا بازم تکرار میکنم این بازار دیدنی است. واقعا این مردم را نفوس را ما میبینیم جمع بزرگ است ماشاءالله. همیشه روزای ما هفته 5 روز در کشمش بندوی بازار داریم، در هفته 5 روز همین رقم مردم زیاد میان ماشاءالله. هفته 5 روز کدام روز است؟ روز شنبه، یک شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه. پنج شنبه امروز هم ما پنج شنبه برابر شدیم در این بازار. اصلا بازار سه روز است، یک شنبه و چهار شنبه، پنج شنبه است. باز چون محصولات قیصر زیاد است، کشمش زیاد از روزای شنبه و سه شنبه میارن. سلامت باشین. تشکر زیاد از اینکه بر ما معلومات دادین. اگر من چیزی از شما نپرسیدم و یادم رفته میتونین شما بگوین. مشکلات مردم ولسوالی قیصر است ما در مثال تنها ما در ولسوالی قیصر کشمش نداریم، حتی میوه تر داریم، سیب داریم، در شفتالو داریم، گیلاس داریم. مشکلات که مردم ولسوالی قیصر دارن نبود یک سردخانه معیاری است و همچنان ما از دولت افغانستان، از امارات اسلامی افغانستان خواهش میکنیم یک دانشمندا را در اینجا روان کنند، کسایی که در راستای زراعت فعالیت میکنن بیاین در اینجا مردم ترنینگ میتن. به شکل معیاری ما در اینجا هستیم، تاک‌ها را مثال تربیت میکنیم، درخت‌ها رو تربیت میکنیم، از روی تجربه خود ما تربیت میکنیم. شاید از روی علمی، از روی دانشی یک چیز دیگه باشه، ما در چه بهتر شاید گرفته بتونیم. امارات اسلامی باید توجیهش در اینجا داشته باشه ان شاء الله. مسئولینی که هستن توجیه کنن، ما دهقانان در اینجا دانش کافی داشته باشن در این راستا تا محصولاتشون رو بهتر در بازار عرضه کنن. واقعا به اقتصاد کشور خیلی مفید است، خصوصا جایی که اینجا کار میکنین. سالانه 40,000 تن کشمش صادر میشه به کشورهای اروپایی، گفتین به کشورهای همسایه. بله ما در اینجا تنها کشمش نداریم، در میوه خشک از جمله بادام و چهارمغز هم داریم. میوه چهارمغز و بادامش هم خیلی نامدار است اینجا، اما فعلا بیشترین اینجا کشمش است. بله بخیر باشید، خداوند شما را حفظ بکنه، به کاربارتان برکت، سلامت باشید، خوشحال هستم. خب بینندگان نهایت عزیز، ما را همراهی بکنین. همراه یکی از عزیزای خود صحبت کردیم، معلوماتی که من نیاز داشتم و همچنان شما نیاز داشتین. گفتن میریم در عمق بازار، میریم این طرف که دهقان عزیز ما از هر کنار و گوشه اینجا کشمش آوردن. السلام علیکم آقای صاحب، سلام. خسته باشین. بخیر هستین. صحت شما خوب است؟ بخیر هستین. سلامتین. سلامت باشین، جور باشین. آقای صاحب کشمش آوردین؟ بله ها کشمش آوردین. Nereden getirdiniz kışmışı? Ha? Nereden getirdiniz? Ya kabaktan.
Yaka bağdan ab geldiniz mi? Ha, kabağdan ki. Oho, nam xudo. Şu kişmişler sizdeki mi? Mala işleminden. Maşallah, dehqonkor degasiz. Dehqonkor biz Ay dehqonkor. maşallah. Qanday bozor kishmish qay raqam? Bozor kishmish yaxshi diga. O Turkiyadagi emas, arzonroq olkidan. Arzonroq. Hozir bir serisi qancha tabodila bo'ladi? Ha. Bir serisi 900, 1800, 700, 100. To 100 rupadan tutib keting 1000 gacha boradi. Kishmishlar farq qiladi degan, yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Shundayni? Ha, shunday. Rahmat Oysab, xonobod. Ha, jo'y Katakon rahmat. Xo'p, بیننده عزیز بازار جمع جوش است آنقدر نفوس است این جناب خدا من امروز صبح صحبت کردم گفت کشمش تا صدفخانی هم اینجا تبادله میشه در بازار کشمش های خوب هم است بد هم است دیگه آقای صاحب هم دهقانکار بود اینی تو مردم به سبک قدیمی میبینید نه من به یک زندگی قدیم رفته میبینی بازار قدیم میبینی هر کسی می کشمش خدا آوردن جمع کردن میوه خشکش آوردن این تو دمی روی همی سرای بازار میبینی نه اون تو گذاشتنه اینی قسم بوجی آوردن اینو میبینین و این به نظرم کشمش ایره نامش نمیفهم ممتا خیلی یک کشمش زور هستی سلام علیکم سلام علیکم فایز خوب هستین خوب هستین جور بخیر سر شما خوب است خسته نباشین بخیر هستین این کشمش نام خدا چیه کشمشی دانه سایه میگن ایره آها ایره کشمش دانه سایه میگن بسیار فوق العاده است بسیار شیرین هستن اینا اینا بسیار عالی است این از کدام انگور هستی این کشمش به نام سایه کشمش دانگی میگن ایره خب دانه دار است لال دانگی است لال میگن ایره این بسیار عالی است سیر از این چقدر تبادله میشه سیر از این تقریبا 600 700 نمیتقدر تبادله میشه 600 و 700 600 700 تبادله میشه بله سیر چطور خودت باش بیا لالا جانم بیا بسیار ببخشی که من راه خودت گرفتم خواه بازار چگونه است امروز بازار امروز بسیار عالی است بازار بسیار خوب است دهقانا کشمش میارن اینجا مرکز کشمش ولسوالی قیصر است بسیار عالی است دیگه برادر خودتان خرید کردین فروش کردین چی کردین امروز بله امروز کم خرید کردیم فعلا فروش نکردیم فعلا در خرید هستیم خب بله از این معلوم میشه که تجار هستین سلامت عافیت باشین خدا کنه که ان شاء الله با امروز برسیم آمین سلامت عافیت باشین تشکر اینجا بخیر مختلف باشین چیزا هستن اینجا گردو هستن از جمله بادام هستن از جمله ما چیز میگیم سنجت میگین چی میگین از اونها هستن بسیار فوق العاده است اینا میریم میبینیم بخیر ببینیم چند نوع چی پیدا میشه آیسه کشمش کشمش تقریبا 7 8 نوع کشمش اینجا پیدا میشه کشمش 7 نوع بله کشمش های سایه هستن بسیار دانه بلند به اندازه خرما هستن حالا ان شاء الله میریم اگر شد باز میبینیمشون بسیار عالی است دیگه بسیار عالی سلامت باشین بریم یک دفعه ببینیم نام خدا Yirmi sekiz, 29 شده حساب از این غلط نشه از پیشش دیگه من کارشان نمیگیرم سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین خوب هستین سر شما خوب است خسته نباشین سلامت باشین نام خدا مثل خرمن گندم واره کشمش کود کردین امو رقم میکنیم جمع میکنیم باز سودا میکنیم امو رقم است دیگه امروز چند سیر خریدین هست روزا میخریم تا 1000 سیر میخریم تا 1000 سیر میخریم 500 سیر این کشمش چی نام داره کشمشی که فعلا سبز است شما خریداری کردین سبز کشمش سبز در ازبک سایگی میگه در پارسو سبز میگه خب کشمش سبز میره میگن سبز امره میگه خب ایره گفتین تا چند خریداری کردین امروز گپ رو راست باشه نه تا از 850 شروع تا 1000 خریدم کشمش تا کشمش است دیگه تا کشمش است کاربار شما دمی مارکت است آدم مارکت کشمش دیگه آدم اینجاست ولسوالی قیصر ولسوالی خودتان هم از ولسوالی قیصر هستین خودم از پاریاب هستم از فاریاب هستین خب باز روزایی که بازار است اینجا میایین دیگه رضای بازار میایم نام خدا با کاربارتان برکت دیگه من بیشتر مزاحم شما نمیشم چای میتونم براتون بخیر باشین تشکر
به به به، چی بازار، چی جمع جوش، چقدر زیبا. السلام علیکم، خسته نباشین نصیب. سلام علیکم. اینی جمع یکی از خرمنای دیگه است. مثل از این خرمن ده ها خرمن دیگه در مارکت وجود داره. السلام علیکم، خوب هستین؟ سر شما خوب است؟ خسته نباشین. سلامت باشین. بوجی میکنین یا قنار؟ کم پشتر بریم. ان شاء الله اینا بریم. گوجه میشه ولی بوجی میشه؟ ولی نگفتین که قنار هم کنی میشه. قنار هم کنیم میشه ان شاء شاید الله. تلری هم بار کنی میشه. تیلر هم وارد هر چیز که شما خوب هستین ان شاء الله؟ نام زیبایتان؟ یک سلام خاص اولا که به بینندگان عزیز. علیکم سلام. ثانیا بنده عبداللطف رسولی یکی از کسبکاران ولسوالی قیصر هستم. ماشاءالله. رسولی صاحب خوب هستین؟ شکر. زندگی بخیر میگذره؟ خوش آمد قیصر. سلامت باشین، خوش باشین. من شما را دیدم، این جمع بزرگ را دیدم، خوشحالتر خوش شدم. آمد. بسیار خوش آمد در قیصر ولسوالی قیصر. اینجا شما کار میکنین در بله این اینجا قسمت؟ ما قسمت دایس ما کار میکنیم. بله در خب. کشمش کشمش سیاه است، کشمش سیاه قیصر است. قیصر یک از ولسوالی‌های بزرگ است. بله. بزرگ ولایت فاریاب است. قیصر کشمش که کشمش قیصر در این ولسوالی کشمش قیصر ممتاز است در سراسر افغانستان. البته سراسر افغانستان قیصر ولسوالی قیصر در کشمش سیاه ممتاز است. درجه یک درجه یک است. بله. القارت نه خواهی تابال پروسس نشده نه؟ یک ذره رنگش کشمش ضعیف ترین کشمش است. خواه صفرترین کشمش است. پایین ترین کشمش که نمی خواه همی است. بله. این در کشمش در اروپا میره اوسنا دایی. خب بعد از پروسس این خواه از زیر از زیر چند خریدین شما این میال طول و ترازو کده رایستن؟ فهمیدین این کشمش ها از 100 درپا شروع تا 150 رو پسی. 100 درپا دیگه مفت است برادر. کشمش بیخ پایین ترین کشمش نمی است. زایات است که به حساب. در چی استفاده میشه ای؟ اینا را کشمش ها خارج میره، اینا در شمشک میشه دیگه وی راسیا چیزای ترشیباب جور میشه. اونا شرکت های خارجی چی دارن؟ هم یاد دانه از لواشک در سایت آن کتاب میدادن. این از این جور میشه نه. اینی میز. این دیگه پاکار شده در دیگه چیزا استفاده میشه در انواع غذای این به کشورهای اروپایی میره دیگه صادر میشه. اینی موقعیت از کارتن بس میشه دیگه. این که کارتن بس شد کجا میره این باز از پیش شما؟ این قندار میره. قندار میره؟ اینی می تو بسته‌بندی میشه دیگه. بسته‌بندی میشه. این بوجا چند سیر است؟ 50 کیلو 100 گرم است. 50 کیلو 100 گرم. بله. 50 کیلو دیگه. بله 50 کیلو برابر است. حالا دیگه فروخته شده دیگه خلاص. بله اینا قندار میره، اینا ماشینای بزرگا میاد مثلا در چرخ مثلا از چرخ با اونا میره. مستقیم این قندار. پروسس شده دیگه قابل استفاده است دیگه بله، بدون کدام مشکل. هیچ مشکل نداره اینا. اینه کشمش از شدی. هر لحاظی کشمش سوتر سپاس پاک است. والا ستر است دیگه نیاز نیست دیگه. بله. هر کسی دلشان شد بشویان دلشان نشد. دلشان است مربوط خودشان میشه. ما کازم بخو یک دانه باز نگی. او دانه تریختم یاره. خب خیر رقم بیشتر بشو بگن. غنیمت ما؟ کارا امروز خوب است. الحمدلله. به مزاحم بوم من آشنا. خیری کتک. خب ماشاءالله اینا. سلام علیکم به همه، خسته نباشین. خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ زنده باشه. بخیر هستین؟ yaxshi misiz? yaxshi o'zsiz. Baxirmisiz? Shu Qaysordan bo'lasizmi? Qaysordan bo'lasiz. Sizning vazifangiz shu nima deydi nima shunga? Baylamak. Do'xtanda. 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 Xo'p, mashin yo'qmi? Mashin bilan do'xtan. Yo shunday Mashina sayman. bilan bo'lmaydi, ular kartanda. Shu qoyim keladi, kor diz degan. Nomuqda ishlangiz ham ko'p, fast. Yo'q, yaxshi nomuqda. Bir sizning ishingiz shumi yo baxshi ishlarni ham qilasizmi? Boshqa ish ham qilamiz. Nima ishlar qilasiz boshqa? Jalaymiz, karton qilamiz, barti qilamiz. Pesh omad, xush omad degan. این برادر ما کی هست؟ خب وظیفه‌اش بیادر پیش آمد خوش آمد است. این حال دختر است، این بسته‌بندی میشه میره به ولایت قندهار. مستقیم قندهار میره دیگه. دادفر صاحب چیزی گفتنی داری؟ یا اگه داری کدام سوال من بپرسم لالا. سلام علیکم. شما خوب هستین؟ حسن نباشین. نام زیبایتون؟ حسیب الله. حسیب الله جان از خود قیصر هستی؟ از خود قیصر هستیم. یک سوال ما میخوایم بپرسم حسیب الله جان. کشمش دلت زده یا نه؟ نه دلم نزدن؟ نه تو کشمش هم دل میزنه؟ نه نمیزنه دل. کدام کشمش از زیاد دوست داری از بین همین کشمش ها خیلی 10 و 7 و 8 کشمش است؟ سایگی. کشمش سایگیره همون که چاق چاق کته کته است. اون مدت کجاست همون کشمش؟ سایگیره که بار اول دیدم همون بوده نه؟ همون است. از اون کته سر کشمش هم است. بریم خیامو قسمت بریم. با کاربارتان برکت لالا. امروز چقدر بوجی را شما بسته‌بندی کردین؟ 150 تا. 150 تا فعلا.
فعلا چند بجه است؟ 10 بجه بگیریم دیگه. 10 بجه صبح است. 10 بجه تا بال چهارشنبه نشده خیلی تا شب شاید 1000 بوجی را شما بس. ان شاء الله میرسه. میشه مطمئن هستم به نظر به این کارتان که میبینم برق واری کار میکنه. سلامت باشین و کاربارتان برکت. Assalomu alaykum. Baxayrmisiz? Sog'sizmi? Sizning ishingiz nima bo'lgan? Men ham ishim nayzolar biz nay sotamiz ana shundan. Otingiz nima? Naqabillodir. Dehqonkor degasiz yo jallob biz. jallobmisiz? Bale. Jallob kishmish az degan. U kasایی که زیاد کشمش میخرن اون تجار است. کسایی که کشمشای کم کم اینا یعنی خرمنای کوچک دارن اونا جلاب. جلاب است. جلاب دسته. جلاب دستی یعنی؟ بله. 100 سیر 200 سیر از بالا نه کم کم. بله. همینطور است. نام خدا حال کار بار شما اینجا چیه؟ چی کدر هستین فعلا؟ ایرا چیز برتی کدر هستیم. خب پاککاری کدر هستین دیگه. پاککاری یک چوبکایشو سو میکنین و کدام خرابیاشو دور میکنین نه؟ بله. همین دکان تا نمیجاست؟ از همینجاست. همینجاستین؟ خب بخیر باشین به کاربارتان برکت آشنا. اگه قیسه پیام گپینیز واسه آیت پلاس آشنا. Salomat bo'ling. İşinizden hoşma? Razı mı? Razı. O qiyinchiliklar qo'yibdi, mo'ysafidlar shu yerga bor ekan, kattalar aytdik mana shunday mushkul. Diga rahmat sizdan, ko'p xush bo'ldim. Xonobod. Baxir salomat bo'ling. بریم به قسمت دیگه بیادر. از کل بازار که در جمع جوش وسط بسیار خوب است که از هر قوم، از هر سمت مردم آمدن و اما فراوردهای زراعتی خود اینجا ماندن. بوجی تجار می هر کس میونه بیش اگر جور آمد میخرن خلاص. السلام علیکم. خوب هستین؟ سر شما خوب است؟ بخیر هستین؟ نام زیبایتان؟ فضل احمد هستم از ولایت خارج ولسوالی قیصر. از اینجا هستین دیگه، از خود ولسوالی. شما؟ ما هم سعید مستا هستم از زمین ولسوالی هستم. از زمین ولسوالی هستین؟ بله، باشنده قریه سارس. ما شما را یک بار از ظاهرا ببینم تجار هستین دیگه. ما بله همینجا خرید فروش میکنیم. از داخل افغانستان بله. داخل افغانستان. بله. کشورهای خارجی را کار نداره. باز اینجا دوستا هستند خارج جوان میکنن، شرکت دارن. آقا صاحب سید عجب خان هستند. تجارای بزرگ اینجا زیاد هستند، خرید فروش میکنن. بله. ما که میبینم لالا در بازار شما دق نمیارین. نه الحمدلله اینجا بازاری است که بازار غریب است. هر کس میتونه در اینجا یک لقمه نان به دست بیاره، از کراچیوان تا تجار. انشالله در اینجا آمد انشالله ناامید نمیرن، یک لقمه نان حتما هست. شکر. بازار برکت است انشالله. من واقعا خوشحال شدم به اینکه همه مصروف کار است، خرد و بزرگ مصروف کار است. الحمدلله. مردم قیصر باید بسیار شکرگزاری کنن. این تو یک بازار در سطح افغانستان انشالله نیست مطمئن هستم. بله. یعنی 70% تجارت در قیصر رول داره انشالله. بله. قدر اتفاق، همدلی، همدیگر پذیری. الحمدلله. تجارت کشمش است، زره است، شیرین بویه است، هر نوع تجارت بگید انشالله در قیصر است. بسیار سلامت باشین. خب عزیزان، صحبت‌های وطندارای ما را، هموطنای عزیزی که در ولسوالی قیصر است، خصوصا در مارکت میوه خوش کار میکنن، بالخصوص کشمش، صحبت‌هایش را شنیدین. صحبت‌های شیرین جالب داشتن، جایی که من اصلا ندیده بودم، بار اول است که اینقدر جمع جوش را میبینم و مطمئن هستم که هر شرکت یا هر مارکت از خود یک رئیس داره و ما پیش بچه بچیش هستین نه؟ منشی مارکت هستین خودتان و همین مارکت مربوط رئیس صاحب ما میشه، درست است؟ پدرم و کاکای من. پدرتان هستین؟ بله. و شما بچیش هستین و اینجا کار میکنین، اما تو شکست نفس. خوب هستین ان شاء الله. شکر الحمدلله. کاربار بخیر میگذره؟ فضل خدا. رئیس ها زیاد چی میخرن؟ چی میگن؟ کشمش میخرن. شما تو کم خریدین؟ ما دیگه به حساب تجار خورده از این میده کار میکنیم. باز امروز بازارم پنجشنبه است، سوق خریدم نداشتیم، همین قمال گرفتیم. خب این مقدار از اینجا هفته دیگه کارتان کردن رایسین پروسس شده؟ نه پروسس نشده. این مالا رو ما از اینجا پارسل میکنیم، بسته بندی میشه در کارتونای 4 سیره. باز در موتر بار میکنیم میرم مزار شریف هرات و قندار رو طرف. باز اونجا شرکت والا هست، اونجا زنا کار میکنه ایره.
همین دمچک از را میچینه باز بله بله بله. پروسس میشه سرخی از پوده از کل چیزش میچینه باز 250 گرم کارتن میشه در کشورهای هند، چین، ایران با او کشور صادر میشه کشمشو. سلام علیکم. پیسر دم میتی یا نه لالا؟ چرا نمیتیم؟ جور خواستین؟ قربونت سشا هم خوب است، حال شوخی شما میکنم. خوبه؟ نام حال زیبایتان؟ عبدالجلیل عبدالجلیل جان، باشنده ولایت فاریا ولسوالی قیصر قریه غوره عظیم. قریه غوره عظیم. بله. امروز چی کردی؟ چقدر کشمش خریدی یا فروختی کشمشه؟ کشمش در حد یک 50 سیر بخریدیم، یک 20 سیر بفروختیم. خب چقدر فایده کردی امروز؟ در حد مثلا 400 300 200. کلا دم 20 سیر یک 400 روپیه فایده کردی؟ بله. خوب است دیگه، شکر خدا. شکر خدا خوبه، بد نیست. شکر خدا رو شکر. و این پیسام برادر قدر کونه شده، یک نوش میگرفتی لالا. چیکار کنیم برادر؟ افغانستان بانک کم داره، این همینه دیگه برادر. دهقان کار هستین خودتان؟ دهقان کاریم بله. چند سال میشه دهقانی مصروف هستین؟ ما تقریبا 15-20 سال میشه. 15-20 سال میشه دهقانی مصروف هستین در ولسوالی قیصر. ولسوالی قیصر. چی چیزا کش نکنین در اینجا و جز کشمش؟ ما دیگه چیزی نداریم، مقصد گندم اینا میشه و کشت ما گندم هم کش میشه. گندم و کشمش. بله. با می زندگی میگذره دیگه. میگذره خدا رو شکر. در فامیل چند نفر هستین باز؟ با فامیل ما 10 نفریم. 10 نفر هستین. بله. خودتون متعهل هستین؟ بله. چند تا اولاد دارین؟ ما یک اولاد داریم. یک تا اولاد بله دارین؟ یک تا داریم. خب ماشاءالله. یک موضوع رو میخوایم پرسان بکنیم. ما در خدمتیم. تازه ورسی کردین. مشکل نداره. همین کشمش و موضوعات هم پرسان کردیم. همین موضوع تویانه چی رقم هستیشه؟ تویانه؟ هم قلنگ نه؟ قالین ما 10 لک روپیه، ما 2.5 لک روپیه زنگ گرفتم برادر. او برادر 10 لک روپیه. 2.5 لک روپیه. 2.5 لک 2.5 روپیه. لک روپیه زنگ گرفتم. بابا جان چی گفتین؟ نمیشه مست ده افغانستان. 2.5 لک زیاد نیست بابا جان. ما 2.5 لک روپیه خودم زنگ گرفتم برادر. با می کل مصرفش 2.5 لک شد یا بالا شد؟ نه بالا شده، بالای 15 لک روپیه شده. صرف قلین 2.5 لک روپیه شده. این همینه برادر. و برادری بیخی 2.5 لک روپیه تنها تویانه رو بته اینه کی بگی پیسی تویانه صحیح است؟ اینیش هم بگی برادر دیگه خوردریزه و پایین بالا 15 لک روپیه. 15 لک روپیه خرج شده. 15 لک روپیه یک دهقان چطور پیدا بکنه یک جوانو برادر؟ می فکر کو کشورهای خارجی هم مویای سرم سایکو پاک سفید شده، به ترکیه نمونده، ایران نمونده، پاکستان نمونده، کارکرد جان ما بکنده. خاطرم 10 لک روپیه. بله. با خدا این جدی است که امروز اکثریت جوانا که جانشان از دست میتن به خاطر میرن کار کردن که پیسې ترکیه برفتم، پاکستان برفتم، ایران برفتم، به کشور خودمون کار کرده بمردم. این همیشه که ما جان بکنیم روزی 1.5 200 روپیه با ما مثلا هم خیلی که زحمت بکشیم 200 300 روپیه با ما. همه 300 روپیه فرض کن روزانه برات نان چیز میشه 200 از اون خرج بکنی 100 روپیه از این پس انداز کردی بگیره این 100 روپیه 100 روپیه من پس انداز کنم 2.5 لک از کجا پر کنم؟ یه خب یخی دیگه کار خوب نیست، ولی بسیار بالاست. همین بزرگایی که ما تقاضا میکنم، بزرگایی که دمی ولسوالی است، این تقاضای ما تنها از این ولسوالی نیست، تمام ولایتایی که می تویانه بلند میگیرن تقاضای ممی است که همین تویانه را کم کنن. ما خود ما 100 برابر شما کوشش داریم که همین کارا رو کم کنن. توی خرچ توی کم کنه، مثلا این قدر جون میره به ایران کشته میشه، پایین میشه، بالا میشه، هیچ کسی به فکر از اینا نیست. اگر میخواین که فرزندتان جگرگوشیتان با خوشی زندگی بکنه، اولادتان را با پول نفروشین دیگه. اینمی آخرین گپ است برادر. ما هم خوشحال میشیم، جونا همش خوشحال میشه. چند موضوع را من یادآوری کردم. ولسوالی قیصر یک ولسوالی زراعتی است. 4 مغز این از خود می ولسوالی است. این 4 مغز شما می‌بینید؟ 4 مغز از خود می ولسوالی است. این 4 مغز شیرین، مزه‌دار، بطاب. خب 4 مغز شیرین و دپالی از او سنجی تا می‌بینید؟ سنجی سیر چند است دی جلالا؟ سنجی سیر چند است؟ 6 است. کسایی که علاقمند سنجت هستن خریداری میکنن بیاین ولسوالی قیصر. سنجت بطاب همون تو اصل وار سنجت هست دیگه.
یه هم از ولسوالی قیصر است. دیگه چی داریم باش؟ چهارمغز. یک چیز دیگر هم من دیدم. نخودم از ولسوالی قیصر است. خب اینه اینا خدا باز وقت پخته شو کتا کتا میشنه. بله کلان هاشم است. با کاروبارتان برکت لالا. ممتا یک بازار بسیار خوب دارین و تو دکان نیست کلا که جنسای خدا آوردن اینجا دیگه هوار کردن بیاین هر کس که میخره یک سیر دو سیر 10 تا هر چقدر که بخره اینجا پیدا میشه. بابا جان چیز خریدین؟ نه کشمش سودا کردم. کشمش سودا کردین؟ خو چند زیر آورده بودین؟ 20 سیر آوردم. اما قدر مانده؟ نه چی سوداست بوجیاست. چندی فروختین باز؟ 645 فروختم سبز بود. 645 کشمش سبز. اما سایگی که میگن. بله سایگیش نبود هفتاویش بود. خیلی کشمش فوق العاده. فوق العاده بود بله. خودتون دیقان هستین دیگه. دیقان هستم از ولسوالی قیصر. بله. رضایت دارین از این کاروبار زندگی. بله فضل خدا خوب است دیگه خوب تیر میشه مثلا با مردم خوب است. خداوند کم تان نکنه سیب. بخیر سلامت بولین رحمت. این موقعیت هم طول و ترازو جریان داره. کشمش سیاه. السلام علیکم اجازه خواست. خسته نباشین استاد. سر شما خوب است؟ مانده نباشین امروز کاروبار کشمش. سلامت باشین. خوش آمدید. نام مبارک شما؟ نقیب الله حبیبی. نقیب الله استاد حبیبی خوب هستین؟ سلامت سر شما خوب است؟ سلامت. شما هم با کاروبار کشمش دیگه مصروف هستین؟ کم هستیم. کم. همین دکان شماست یا موقعیت دیگه است؟ موقعیت دیگه است ولی بر فعلا همکارای ما گرفتن در اینجا ما قرار داریم. خب چقدر مدت میشه که شما با این کاروبار مصروف هستین؟ کاروبار تقریبا کشمش 3 سال 4 سال میشه که در کاروبار کشمش مصروف هستیم. چقدر خوب است که بر ما یک معلومات خلاص شما در مورد این مارکت در مورد این کاروبار کشمش بتین ببیننده. مارکت کشمش همینقدر ساحه داره بر فعلا نظر به این که ساحه حال بتنگ آمده از پشتن هم تازه هم چند تا دکان دیگر هم ایجاد کردن هستن چون هجوم مردم زیاد است تولیدات هم سال به سال اضافه شده میره ولی امسال نظر به این که همو بندرها بند است هر سال زیادتر به قسم کشور هندوستان و ازبکستان و قزاقستان و دو طرفا چین و ایران و ترکیه دو طرفا صادر میشد امسال قیمت کشمش نظر به سال دیگه پایین هست به خاطر ای که بندرها بسته است مثلا کشور پاکستان همراه هندوستان کمی دیگه با هم دیگه بخش سیاسیشان با هم خوردن بندرها بسته است بر فعلا قیمت کشمش بر فعلا در قیصر پایین است ما خواهش میکنیم از دولت امارت اسلامی تا اینکه مناسباتشان را نظر به صادرات و نظر به چیشان باید خوبتر وجه احسن خوبتر کنن تا اینکه مردم از قیمت کشمش باید راضی باشند. یک مورد دیگه در آخر پرسان میکنم استاد حبیبی عزیز تقریبا در این مارکت چند دکان است فعلا؟ تقریبا 200 دکان هست تا بالا زیادتر 200 از کم و بیش دیگه کم و بیش است بله. پشتم و کشمش کلان گشته روان است میره به نظر من می قسمت ها است یه خب خوردش است. السلام علیکم بابا جان. خوب هستین؟ سر شما خوب است؟ پشتی کشمش گشتیم یک کمش پیدا کردیم. خوب هستین ان شاء الله؟ الحمدلله شما خوب هستین؟ بخیر بین بابا جان اینجا یک کم بشینیم ما و شما. بابا جان اول خسته نباشین. سلامت باشین. دوم که خوب و سلامت صحتمند باشین. و سیوم ما که نام زیبایتان چی است؟ گل آقا است. آقای صاحب گل آقا خوب هستین ان شاء الله؟ صحت شما خوب است؟ زندگی بخیر میگذره؟ شما هم دیگه کاروبارتان با می کشمش است. شکر الحمدلله. با می زراعت. بله. باشنده ولسوالی قیصر هستین. بله. این کشمش بر ما معرفی بکنین نام خدا چی یک کشمشی هستی چی یک زیبایی داره نام خدا هم تو؟ این کشمش کلان است شکر انگور است. شکر انگور. بله. اینی می کشمش ما پشتش میگشتم کاظم جان گرد میگشتیم کشمش شکر انگور کجاست نامش نمیفهمیدم کشمش کتا میگفتم. کشمش کتا شکر انگور است. این کم است و قدر در بازار نیست. گوشتار است چکلتوره مثل چکلتوره خرمه‌واره گوشت میاره. باز قیمت از این چند تبادله میشه کاکا جان؟ قیمت از 500 پس بازارش. قیمت نیست برادر 500 پس والا خوب کشمشش نام خدا. اما تو کشمش اساس فوق العاده.
کاربار خو امروز خوب از این بازار امروز؟ شکر الحمدلله بد نیست. آها. این کشمش دیگه چی نام داره این دیگه؟ او هم از همه از یک ذره میده دانه است، او هم گوشتاره. ببینیم یک بار. خب این کشمش میده دانه گوشتار است. بله. خب اینی دیگه چی است؟ اینی دیگهش باز ارزان به از اون باز. این چند تا بادلمش سیره؟ او 200 است، این برش 300 است. خب اینی کشمش سیاه دیگه. سیاه. چند نوع کشمش از پیش شما فعلا؟ 4-5 رقم است. 4-5 رقم است. خب سلامت باشی کاکا جان دیگه وقت شما رو نمیگیرم. بخیر باشین به کاربارتان برکت. خب وطندارا بیننده‌های نهایت عزیز، ما پیشترم گفتم در جمع از بزرگ مردم قرار دارم در بزرگترین مارکت کشمش در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب. از همه اقوام اینجا هستن. ازبک هست، ترکمن هست، تاجیک هست، پشتون هست، هزاره هست دیگه. یک بازار را تشکیل همه قوم هست مثل برادر اینجا کار میکنن. نموتون نیست دوستا؟ دیگه خوشحال زندگی میکنین اینجا. بازار جمع جوش هست. سلامت باشین. خب بیننده‌های عزیز، ما آهسته دیگه از پیش شما خداحافظی میکنم و موردی که من نیاز داشتم و موردی که شما نیاز داشتین نتونسته باشم که به شما این برنامه تقدیم کرده باشم. کوشش نهایی خدا کردیم و چی میگن هر چیز پستی بلندی خدا داره. اگر کدام حرف از پیش ما خطا خورده شما با بزرگواریتون ببخشین. ما هم کوشش کردیم که خوبترین برنامه را به شما تقدیم بکنیم. بیننده‌های عزیز که من خداحافظی میکنم، شما را به الله یکتا میسپارم. برنامه ما در ولایت فاریاب ادامه داره تا برنامه بعد. باز هم که من سمیلا ظفر در خدمت شما قرار میگیرم. هر یک شما را به الله یکتا میسپارم. خداحافظی میکنم با همین جمع بزرگ. خداوند یار و مددگار شما.